از منوچهری که به هر حال این اتفاق رخ نداد. توپ منوچهری لورد در این فرصت برای سپاهان. نکونام، ساموئل یه دور میزنه، ساموئل با پای چپ ضربه رو میزنه، در این سمت خسرو حیدری و گل برای تیم استقلال. استقلال 1 سپاهان 0. با هم میبینیم این توپ سرگردانی است که خسرو حیدری خودش رو به اون رسون و بدین شکل محمد باقر صادقی دروازش باز شد. جعفرپور با غلط‌بری نویدکیا، یه ارسال، یه پاس عالی، توپی که راهی کورنر میکنه رحمتی. برای توپ به سمت چپ، یه موقعیت برای استقلال، یه ارسال خطرناک و توپی که به بیرون رفت. غلط‌بری، ارسال و خروج رحمتی، توپ به بیرون نرفته. حالا یه بار دیگه کورنر، منتظری توپ رو برگشت داد، یه بار دیگه غلط‌بری، خطرناک بود ضربه غلط‌بری به پاس قشنگ، یه موقعیت برای سپاهان و تیر دروازه به لرزه در میاد. خسرو حیدری، توپ بلند، برهانی، جعفرپور توپش رو میزنه، آرش برهانی، موقعیت برای استقلال و ساموئل. با او یه موقعیت برای برهانی و واکنش صادقی، توپ رو راهی کورنر کرد. سوکای، یه موقعیت در مقابل دروازه، سید مهدی رحمتی. همچنان فرصت هست، غلط‌بری، یه بار دیگه ارسال، یه ضربه سر و باز هم دروازه بسته باقی میمونه. بازی متوقف شده، ببینیم تصمیم داور چیست. باز هم یه درگیری دیگه بین محمد علی احمدی و نکونام، قرمز اخراج میشه ظاهرا نکونام. اصلا تو شلوغی سخت میشه تشخیص بدی که چه اتفاقی داره میفته. در مقابل دروازه پاپی، ابراهیمی تو سر توپ میزنه، یک ضربه تماشایی و باز هم رحمتی. حسین پاپی چه بازی شده در این لحظات پایانی، یه ارسال در مقابل دروازه و گل برای سپاهان. گل مردود ظاهرا اعلام شده، باز هم داور دست به جیب میشه. با هم میبینیم این ارسال خطا روی دروازه‌بان و گل احمدی مردود اعلام شد. ارسال حسین پاپی